خب اینم یک صاحبکاری دیگه با همه ورزشکارایی که صاحب کمربند شدن 5000 سومانی تحفه روان کردن. اینجا هستن بچهای مدالیستایی که نیومدن، اینجا بچه‌ای هستن که مدال جای یکم گرفتن، مدالشون نیاوردن. اینجا داریم بچه‌ای که باخ داشتن، یعنی بای داده بودن که بای دادی یگو وقت رفتاده نشد. همه انمی که ما مشق و تمرین کردیم مهنت شبانه روزی شوی معظم ملت محترم امام علی رحمانی که برای ما ورزشکارا هم غمخوری میکنه، ما آزاد مشق میکنیم، یعنی آباد داریم. ما وطنی داریم که وطن ما شکر خدا هم تنجی و هم امنیه. وقتی شما مهنت میکنین موفق میشین. این زمان خوندن ما در جای اول بعدی و مشق ما حرمت پدر مادر با تکرار میکنم، جنگای بیرون نباشه با تکرار میکنم. چی قوی داری چی انرژی داری بیا دزل صرفش که مطرح میبرو مسابقه صاحب این همه چیزا میشه. ورزشکارای جمهوری تاجیکستان حرکت میکنیم که پرچم جمهوری تاجیکستان در دیگر دولت این هم خیلی ما معرفی کنیم. نوبسته که ما ای کجاییم، ای کدام منطقه ما هممون تاجیکیم، همه ما تاجیک زبانیم، همه ما یک پرچم داریم. فراموش نکنید وقتی شما مشق میکنید، وقتی شما حرکت میکنید، مهنت میکنید، مهنت شما را صاحبکاری وطنی خمون هستم. برادرای که اینم خیلی بمونندی ایزاده محمد که طولی چند کشی دوشه قریب ماه میشود بچهای ما را هم ونیمانیا کیسه هم دستگیری کیسه. امیر رزق در زلم خداوند میتد، در بیرون هم میتد، به شرطی که مهنت کردیم. ما همه کسا در یک جایگی برای دستگیری یکدیگریم. فراموش نکنین ما تاجیکستان با پیش راحت سفید و اقبالت بلند باد تاجیکستانی عزیزی مرد.